افتادن غزال نایت در کنسرت جدیدش. غزال نایت این کنسرت را در کجا برگزار کرده بود؟ دلیل افتادن وی در این کنسرت چی می باشد؟ و رقابت هنری غزال نایت با آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. غزال نایت هنرمند خوش صدا، خوش سیما، نامی آشنا در صنعت موسیقی افغانستان و یکی از گرداننده های با استعداد در میان مجریان افغانستان می باشد. غزال نایت در یک خانواده با استعداد هنری دیده به جهان گشوده. پدر و مادرش از جمله موفق‌ترین مجریان رادیو تلویزیونی ملی افغانستان بودند. غزال نایت در اصل از ولایت زیبای لغمان است ولی بزرگ شده ولایت کابل. وی کارهای هنری خود را یک دهه قبل با استاد نظیر خارا در افغانستان آغاز کرد و توانست آهنگ‌های دوگانه‌ای با نظیر خارا بسرایت و آهنگ‌هایش در مدت بسیار کوتاه وی را به شهرت هنری بالایی رساند. غزال نایت بعد از فروپاشی کابل بانک که وی یکی از کارمندان این بانک بود به کانادا رفت و در آنجا هم به کارهای هنری خود ادامه داد و خواهران غزال نایت هم خواستند هنرمند شود ولی به اندازه غزال نایت شهرت هنری کسب نکردند. شب گذشته غزال نایت کنسرتی را در کشور ترکیه برگزار کرده است و در این کنسرت لباسهای خود را از برند لباس آیده بر تن کرده بود که لباسهایش خیلی دراز و با پوشیدن بوت‌های بلند به زمین می‌افتد. این صحنه توسط تماشاچیان کنسرتش ثبت و در صفحات مجازی نشر شده که مورد تشویق همچنان مورد نقد شدید علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است. ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.